عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز. الان منو از کانال شخصی خودم حامد تبریزی داریم مشاهده میکنید. فدای نگاه مهربونتون بشم. برج هیجان رو در تصویر داریم با کلی بادکنک‌های پر از آب که قرار از برج 15 طبقه‌ای بازنده که وایساده پایین از بالا بادکنک رو میندازیم پر آبه میخوره تو سرش میترکه. این همه بادکنک داریم و بازنده وای به حالش. اگه عاشقتی وای به حالش رسواش میکنم من. سلام، حامد تبریزی صاحب پیج. نه کانال من اینجا یوتیوبر و سلام از خدمت تمام فارسی زبان‌های مقیم ایسلند شمالی اوکراین. سلام مخلصم مرتضی حمید هستم. یه بازنده من میدونم آخرش میبازم. تو میدونی میخوای ببازی. گفته اوکپشیه. آره برج هیجان. این برج تشکیل شده از 18 طبقه که از آقای فیلمبردار خواهش می‌کنم که به تصویر بکشه و ما 3 تا تاس داریم. مرتضی جان ما یه 3 تا تاس داریم که بدترین حالتش 3 تا 1 که مجموعاً میشه 3 از پایین باید برداریم و بهترین حالتش 3 تا 6 میشه که از بالاترین طبقه ما برمیداریم. از اینجا نشون بدین لطفاً که میشه 18. خب با سنگ از قیچی شروع کنیم یا از آقا مهدی شروع کنیم به ترتیب سن و سال؟ آقا مهدی بفرمایید. خواهش می‌کنم. به ترتیب سن و سال من خواهش می‌کنم. بله 6 5 2 مجموعا میشه 13. بله نگفته بودم فقط شما میتونید با یک دست این مهره ها رو جابجا کنید. بفرمایید. نه خواهش می‌کنم شما بزرگی ما فیروز جان. خواهش میکنم. بله 7 الان نواز یه ذره هیجان بده. او نو این آخر گی کرده. او نو آقا مهدی بفرمایید. ممنونم. نه دیگه من خاطر سن و سال که شما غلط کردی سن و سال. بله 6 2 14 او نو تمومه. بادکنک‌های آبی 4 6 10 انگار بمب خونسا میکنی. مرتضی جان بفرمایید. بفهم آقا. حالا شما صفر شوف 3 واقعا اینا رو میبینم من دست و پام میلرزه. جواب 6 بخوام. همونش که مشاهده میکنی جواب 6 خود 6 هر چقدر عدد پایین داره قدری داره. وای مرتضی وای به حالت. او نو این هفته رو من باریکلا به عشق شما عزیزان که داریم ما رو تماشا میکنید. بالا گذاشتنی بیفته چیزی دوباره میشه. ده کدوم؟ آخ یه دونه این وقت بفرمایید. اوه اوله حالا فقط باید عدد بالای 14 در بیاد. به 6 5 4 15 چش از خدا یه چیز دیگه واسه مثلا یه لامبورگینی شلو بکن. نکن.
داش موری کاملا یه اعصاب فولادی اعصاب فولادی میخواد. طبقات دو چند تا بات کنن که؟ خب اینو بریم به عشق همه عزیزان. به 3 5 8 8 و 6 8 داریم 3 و 5 8 باشه دیگه میشه 14 14 تا. واه 14 از این بغل بگیر. خیلی هم عالی اینجا. بخش بیادبی دوستان عزیز. نه 14 14 پایینه به خدا 14 پایینی هست پس این چنده آقای فیلم بردار این چنده؟ یعنی اونا رو با دست چیدی؟ نه چیزایی که با دست چیده شده رو تو چیز سام نشه. بله تا بچه‌ها دیشب شما هم بازی می‌کردیم سر من گول. اون آقاش اون شرطی نبود. این الان این بازی داره. دوستانه بود این کار. خواهش 14 این کدوم حکم هست؟ داره. آها اینه؟ بله خیلی هم راحت ها. خیلی لقه نه بابا اصلا. چرا بازی هیجان داری میدی اون که آقا برج هیجان این یه لحظه ریس یه 11 تا پشت. دست نزن دیگه حامد الان بیفته باید نه اونو گذاشتن سر جاش هم شرطه. خدا شکر. 8 9 9 فقط وسط رو میتونی در بیاری. چه برجی شده. آخه این من خالی حامد شده از این ور داری در میاری. دست به مهره مگه حرکت نیست. یه چیز دیگه است های فیلم مردم وای چه بعدی منه. وای چه بعدش با من. آقا بعد من. ببین چی رو برداشتم فیلم بردار نشون بده از اون توی منو میبینی؟ الان 14 بیفته چی میشه؟ اصلا بالا برمی‌داری درسته؟ ولی میگیرم. از این 9 برداشتم اگه یه تکی باشه 14 بالا برمی‌داره. آره من که نمی‌وازم. انشالله که 14 باشه مثلا اینجوری. 10 خب 10 یه دونه داریم دیگه. درسته؟ 10 یه دونه 10 دقایق بالا میتونه. منو بگیر. Oh no! Oh no! Oh no no no! بفهمید خواهش میکنم. تمنا میکنم. وسطیه رو با انگوش بزن در بیاد اینا رو یه جوری گذاشتین تکون میخوره آخه. ماشاءالله شما بفهم شما این که از این مرتبه بگیره لطفا اینجا رو ایکس کنم. چنده 3 و 6 9 10 11 واه هیجان به اوجش میرسه 11 هنوز چیز نشده. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. سابسکرا یادتون نره. اینو به عشق شما میخوام بکشم بیرون. ماشاءالله ماشاءالله خب چرا؟ خیلی مخلصم. 8 8ای قدیم. چرا؟ کشویی در آورد. ریخ. واو. چرا؟ کاش بازی شروع نمی‌کردی. این نگاه به مو بنده. کاش به مو بند باشه. این داره میریزه نزن. حلالتون نمیکنم اگه من ببازم. عدد بالا بله بالا 7 و 4 شاندش میگه 14 7 و 4 11 11 11
نه 14 بود آمد. نه 5 2 4. واو واو من چیز میکنم نمیدادم من برم اینو میشه یه دونه اینطوری بچرخی دورش؟ نگاه کنی اینو دورش اینطوری آخه معلوم نیست، یکم تو جلوتر نزدیکتر، خیلی نزدیک، طبقای پایین، طبقای پایین یه دقیقه بچرخی لطفا. او نه بنده مرتضی بی صبرانه منتظری مرتضی. من میبرم. اگه به بازی همه اینا رو میریزم رو سرت مرتضی. این همه اینا بود اوله همه اینا برو. یا شانس یا شانس یا اقبال. 10 12 12 کدومه 10 12 12. او نو آه من میگم ویترین حفظش برای خوشگلی کانال من برم پایین حکم. اوه نه اونم نه آی فرانه گومتون کرد جان بازی ها چیه؟ چه بازی؟ یه بازی دیگه کنی برو باش. چی داداش؟ هم میرم چی؟ توته توته چیه؟ بازو کو بیا. آه این مشکل منم. یه متر فاصله. آمدی بیا بشن هایستا من نکرده دارش داره میفته دیگه بیا. به عشق شما عزیزان این چیه؟ کیه منم این چیه؟ حامد بعد شمایی بذار بچینه من خیالم راحت چی؟ شد تموم شد و رفت کنار دوستان ریخته بودی تاست خب 12 12 اوه نو اوه نو اوه نو من تاسو اگه اجازه بدم چون ریخته بودم سری قبلی یه بار دیگه بریزم. نه اکی داری اجازه این 12 دیگه. جدی دارم میگم این 12 شانس منه. نه 12 چیه شانس من. اون چیه 12 شانس من وقتی شما یه تاسی میندازین که عدد بالا. اون اول باید بزنی وسط بعد از گوشه برداری 12 شانس چرت و پرت نگو ندی اونو نزن وسط که چون اوه نه قوانین کالیفرنیاست. چی رو بزنم وسط؟ از اونجا میتونید به جا به جا کنید احساسی الان میتونید جا به جا کنید اوه نو بدتر شد اوه نو لایک یادتون نره سابسکرایب یادتون نره تا ادامه بازی لایک و سابسکرایب یادتون نره. من یه دونه موز برمیدارم از اینجا. آیا سمال من یه دونه برداشتم. من برداشتم. وای واو چطور بودم؟ آلیکا چطور بودم؟ موقع برای کسی توته نچین 12 یه دونه داریم درسته؟ بله. اونو بردار. دو تا داریم. بغلش. کاملا درست. یس بفرمایید پشت سرکو چیکارش کنم پشت سرکو خود سازنده بازی نمیتونه اینو ببین 10 11 ببین خب 10 یه دونه داری باش باری یه دونه داریم یه دونه این وسط داریم یه دونه این گوشه
یه دونه وسط گوشه کدومه؟ گوشه این مره ردیف 4 آه یه دونه 10 اینجاست، یه دونه 10 اینجاست، یه دونه 10 هم اینجاست. یه چند لحظه نمیتونه. یه چند لحظه با تو نگیره بمیش بفهم تو رو خدا اونو برمیداری میریزه دیگه. خدا سرشد اون میریزه. چرا آخه؟ اون داره میریزه. خب بالاییشو بردار. هر جا رو برداره ریخته. یه دقیقه نزن جانم. اینو بردار. اینو بردار بزن بر. بذار بازیشو بکنه. الان بعد داشماری شما اینه؟ بله. خب میده پایین دیگه. اون نو حالا بچی. من میمونم فیلم بردار. آی فیلم بردار. من هیچ موقع نمیبازم. 5 و 6 11 11 تکه باید آپارتمنت. یه مقدار عقب‌تر وایسه چون میخواد بریزه قشنگ کامل بگیر. Oh no. خیلیه. 11 اونجا رو میتونست یه دفعه نه نمیشه. خب این چه طرز عمل داری جابجا میکنی که؟ جابجای چی؟ بذار. واو! واقعا تا حالا هیچ وقت بازی کردنی اینجوری نشده بود. واو! العید بابا آقا مهدی دست نزن ببینیم دیگه چند 52 باشه. 11. خب اون 11 رو که نمیتونیم برداری. عقب‌تر وایسه تا ریخت ریزه بشه. داره میریزه. عقب‌تر وایسه. عقب‌تر وایسه. داره میریزه. الان که بریزه. داره میریزه. قربون چشمات. وای مرتضی. یواش. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ خدا با ای بابا رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها به تو غم تو غم 5 6 ما رو تو غم خود دو تا شد. بریم که پایین داشته باشیم که بریم برای مجازات. ما از بالا توپ ها رو که پر آب بادکنک ها رو پر آب از بالا میندازیم، از طبقه 15 ها میندازیم بالا سر آقا مهدی که انشالله که خیره از حلال طبقه 80. بریم که داشته باشیم. روز مجازات رسید. ما با همه تلاشایی که انجام دادیم که آقا مرتضی الان جای من باشه الان آقا مرتضی پشت دوربین من اینجا، هر چقدر میز رو تکون دادیم بیفته نشد ولی خب امیدوارم که چند تا داریم؟ 10 تا؟ 7-8 تایی هست. همه رو جا خالی میدم. همه رو قراره که جا خالی بده. بده دست تکون بده. قراره از اون بالا بادکنک‌ها رو بندازن. بریم. سه دو
هوا منفی 500 درجه زیر صفره. چند تا مونده؟ بودو. آره خیلی درشت بود یه دونه این میخورد ضرب مغز که ندارم، ضرب مغزی میشدم. آماده ای؟ ببخش وایسا، اینم آخریش. آماده ای؟ تمام شد؟ خدا رو شد. ولی من انتقامم ازتون میگیرم. بای بای میکنی نه؟ زمین رو نگاه. مرتضی خسته نباشید. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنی، ما رو حمایت کنی، خیلی مخلصتون. این وسط یه دونه هم به من خورد متاسفانه، زدم منم خیس کردم. چیکار کنم؟ هی انتقام میگیریم ازت.